برای هدایت سوی قوم عاد خداوند بر هود حجت بداد. حجت های خداوند پیامبرانند. شیعه به جای پیامبر اومده 12 حجت الکی از پیش خودش درست کرده، اسمشون امام گذاشته، بعد اونا رو از پیغمبر که بالاتر برده جای خدا نشونده، همه کار خداشون کرده و این بزرگترین خیانت در دینه. و حجت های خداوند پیامبران هستند. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. بعد از رسولان حجت آسمانی کسی نیست. بلکه و ختم به الوحی. علی میگه با پیامبر وحی ختم شده. خمینی و بقیه پلیدان ولایت تراش میگه نخیر وحی ادامه داره. خب اگه ادامه داره چرا باهیا رو تکفیر میکنی؟ اونام همین حرف شما رو میزنند که ورز تشیع مجمع الجزایر تناقض هاست، چون باطل همیشه متناقضه. برای هدایت سوی قوم عاد خداوند بر هود حجت بداد. بگفتا پرستید پروردگار که جز او نباشد دیگر کردگار. هر آنچه ز بتخواه سخن رانده اند اگر هم خدایانشان خوانده اند. دروغی است روشن کلامی خطاست همه سر به سر جملگی افتراست. و تشیع و بعضا تصوف هم اینطوریه. نمیخواهم ای قوم اجر از شما، بود اجر من با یگان خدا. همان کردگاری که روز نخست مرا آفرید و نمودی درست. نخواهید آیا که در این سخن تعقل نمایید ای انجمن.